و چرا باید در تاجیکستان به مردم ظلم کرده شود؟ چرا باید ما مردم رو علم نآموزیم، دانشمندای قوی نداشته باشیم که از صحبت کردن و از چهره او دیدن، از روش و اخلاق او دیدن بفهمد که این جنایتکار است یا کی نیست؟ امروز در اروپا بیشتر جنایتکاران رو از همین ساحه میشناسن. چرا باید ما نریم در این ساحه پیشرفت نکنیم؟ با این حکومت دیکتاتوری امومالی رحمانوف که بدبینی نسبت مردم تاجیک دارد، هیچ وقت منتظری آینده اینه که ما بتوانیم یک جنایتکار معین کنیم نخواهیم بود، بلکه بیگناه ها رو میبریم زندان میکنیم، بعد جنایتکار وظیفه میتیم و در بالا میشنونیم. این مشکلاتی مردم ما است، این مشکلاتی کشور ما است که ما از جنایتکار امروز شخصیت ساختیم، آبرومند کردیم، وظیفه دادیم و رئیس کردیم، ولی خادمین این سرزمین رو، وطن دوستداران این سرزمین رو شایسته سالها را چکار کردیم؟ بردیم زندان کردیم. هزارها فرزندی با قوت، با علم، دانشمند و قوی کشور امروز در داخل زندان هستند. زید سعید و عمر برباد زندان است. سهراب ظفر 30 سال زندان است. بزرگمر 29 سال زندان است. شاکرجان حکیموف 18 سال زندان است. دکتر علوم سیاسی است، پروفسور است، امروز در زندان است. به خدا قسم اگر ما اهمیت ندیم، هر روز وظیفه میدیم به این همین جنایتکارا، به این همین کثیفا، به همین کسانی که نسبت ما هر روز ظلم میکنن. مادرت را میبرن زندان میکنن، خواهرت میبرن زندان میکنن، برادرت، پدرت، خودت، اولادت میبرن نشونن، میبرن زندان میکنن و ظلم و ستم میکنن. حرف زدن نمیتونی. به خدا قسم اگر بر نخزد، اگر ناموس نکند، مطمئن باشید که در تاجیکستان هیچ شایسته، هیچ دانشمنده، هیچ وطن دوسته، هیچ مهرپروره وظیفه نمیگیرد، به او وظیفه نمیدهند دیگر، بلکه وظیفه دست جنایتکار، وظیفه دست دوست، وظیفه دست فسادکار، وظیفه دست کسی که به ملت بدبینی دارد داده می شود. شما از همین وظیفه دارانی که این عین حال هستند یکیش رو بگوید که وطن دوست است، ملت دوست است و در بین مردم هر روز میآید به مردم خدمت میکند. یک خانومی را گذاشتن که مردم در فیسبوک بود، با مردم صحبت میکرد، شیرین قناعت زاده بود، نمیفهمم چی بود، وزیر مهنت و شغل اهالیش کردن. همون انسان 4 مراتبه رفت با بزرگان ها، با خانمای مردکاری که در بازار هستن، 4 مراتبه ملاقات کرد و حکومت دیکتاتوری امومالی رحمان رو در کوتاه‌ترین فرصت رو از وظیفه گرفت که نام وزیر رو پس میکند، میرود با یک مردکار ملاقات میکند، وگرنه اون نفر جنایت‌های زیاد هم کرده است، از جمله هزارها پول گرفته است برای کسانی که به انگلیس کار میآیند. اما خدمت کوتاهی که در مابین مردم بود میرفت در فیسبوک در سوالهای مردم پاسخ میداد، کوتاه‌ترین فرصت نسبت وزارت حرف میشد واکنش میکرد. ما با چنین وزیرها حد امکان این قدم دزدی کنه ولی پاسخگوی کارش باشد نیاز داره، ولی چیکارش کردن؟ در کوتاه‌ترین فرصت از وزارت گرفتنش، از تمام وظیفه‌ها بیرونش کرد. برای همین در حکومتی که بدبینی نسبت مردم هست، بدبینی نسبت تاجیک‌ها هست، هیچ گونه مطمئن نباشد که او آینده برای شما دگرگونی میارد. هیچ وقت این چنین انتظار نداشته باشید، این امکان ندارد. برای همین ما باید بربخیزیم و با هم اتحاد بشیم و کسی که توانایی جنگیدن دارد، مبارزه بردن دارد، فیزیکی باید درآید و بگوید برادر من آماده هستم که یکی از همین بدبخت‌ها را جزا بدیم. برای چه خدمتی حربی کردید؟ برای چه همین منصور عمرов هزارها جنایت نسبت مردم کرده است، چرا باید به جوابگری کشیده نشود؟ چرا باید یک نفری که خدمت کرده است باید همین را به جوابگری نکشد، همین را جزا ندهد؟
آخه شما آماده برید در نمیفهمم کروکو سیتی، در ایران، در آلمان، در امریکا، نمیفهمم در هر جا ترک بکنید کو؟ آخه ملت خودتون رو هر روز میکشن، چرا نمیتوانید یک نفر رو جزا بدید؟ یک بدبخت رو جزا بدید. یک بدبخته که بالای ملتیت، بالای دینیت ظلم میکنه هر روز. باز ما میگفتیم که ناموس دینی کجا شد؟ اگر ناموس دینی میبود، دیندارایی که تا امروز وجود داشتن زندان شدن از ناموس اینا دفاع کرده میشد. ناموس دینداری که خلاص کو دیگر در تاجیکستان تقریبا وجود ندارد. حالا ناموس ملی گرایی ده کجاست؟ ارزش‌های ملی این مردم، ارزش ملی همین کشورن. ارزش‌های ملی گراها کجا شده دیگر؟ شما منتظر که دیندارا دوباره ناموس رو برقرار میکنن، میان دفاع میکنن؟ حالا ما هممون در یک کشتی هستیم که او در دست 4 تا دزد است و ما را هر روز دارش کار میکند، یک جوش سوراخ میکند، یک نفر ما را میپرداید بیرون. آخه بر بخیزید.